کشم. مدهوش چشمی مستومی صافی بیغشم. در عاشقی گزیر نباشد زی ساز و سوز. ایستادم چو شمع مترسان زی آتشم من. یارم آرامی جانم دردش بجانم شیرین زبانم نازنینم. من آدمی بهشتیم اما در این سفر حالی اسیری عشقی جوانانی من باشد. شیراز مدنی لبی لعل است کان هوس. من جوهری مفلس همیرا مشوشم. حافظ عروسی طبیب مرا جلوه آرزوستم. حافظ عروسی طبیب مرا جلوه آرزوست. آینه ندارم از آن آه می کشم.
جانم دردش به جانم شیرین زبانم نازنینم آرام جانی من شمایی سری روانی من شمایی رقصید خوش می آید ای نازنینی من شمایی رقصید خوش می آید ای نازنینی من شمایی شیرین زبانی من شمایی در همه دور و زمان شعور ذهن را بجز از احساس کلامی بده، کلامی بلند تکان میبخشید و میبخشد و یکی از موسیقی های سنتی ما شاهکاری میراث اجدادی ما شش مقام فراگیر همین گونه معجزات است، یعنی هم کلامی بلند، هم آهنگی بلند و نیز احساس ناتکرار و پاک. دوستان درود، برنامه خاطره ها را منظور شما میگردانیم و برای به این هدف رسیدن باشد دعوت نمودیم باز هم دسته مطربان را با راهبری دوسنت کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلب خواجه ستارov خورشید ابراهیموف، خوش آمدید. شامتان بخیر. تشکر. چون شما یکی از چهره های هستید که در ترغیب و تشویق یکی از موسیقی سنتی اجدادی شش مقام امروز فعالانه کوشش میکنید و هدف رس چشم رس نیز هست امروز فعالیت شما. ما بسیار خوشحالیم که روبروی خود میبینیم و مهمان سفینه هستید. تشکر. خوش آمدید. سپاسگزارم از دعوتتان و بسیار با افتخار بزرگ و اعتبار خاصه برای تمام تماشابینان برنامه خاطره ها سلام عرض میکنم از نام خود، از نام کلی همین نوازنده های چیره دست کنسرواتوری ملی تاجیکستان که امروز ها محض طریق نمیخیل برنامه های زنده به استفاده فنگرام ما نزد تماشابین هنرنمایی میکنیم. بله، نوبسته از آن که همه این مطربان جوان هستند. بله. ولی علاقه صاحب تجربه می باشند، علاقه در مکتب موسیقی درس گرفتند و یکم راه خود را نیز پیدا کرده توانستند. برای در همین سطح اجرا کردن، برای در همین سطح نواختن و سرودن این گونه اثرهای ماندگار، این گونه اثرهای بلند و پرپیچ‌وتاب، بغیر از آنه که استعداد لازم است، به فکر شما چقدر تجربه در کار است تا اینکه تمام نازکی هایش را درک کرده پس آن اجرا کنند؟ برای تجربه پیدا کردن پیش از همه برای هر یک نوازنده، هر یک سراینده من همین مکتب های بزرگی استادان را از خود کردن، آموختن، پیوسته گوش کردن. این همه درس است، این همه از همان تجربه و از همان پخته کاری و زحمت کشی درک می‌دهد. مادامی که شخص می‌خواهد معرفی‌گری موسیقی سنتی نیاگان باشد و دائم در تکاپو است، دائم در جستجو است، دائم کوشش می‌کند که سبک‌های گوناگون استادان ورزیده موسیقی سنتی را گوش کند، از اون به خود الهام گیرد، چیزهای لازمه که به ما امروز مثلا بسیار یک درس خوب است آموزد. و فکر میکنم با وجود استعداد خوب داشتن هنر را باید صیقل داد توسط مکتب بزرگ استاد شاگرد و مستقلانه فارغ از درس در خانه بسیارتر بیشتر مشق کردن، کسب خود را صمیمانه دوست داشتن، از صدق دل زحمت کشیدن. من فکر میکنم اگر هر یک هنرمند، هر یک نوازنده یا اینکه در تمام دیگر ساحه ها صدقاً همون هنر خود را دوست دارد، از صدق دل زحمت کشد، وای حتما روی آب میبراید. بله. شنونده خود را دریافت کرده میتواند، طلبگار خود را پیدا کرده میتواند. فقط شکرگزاری باید کرد و از این فرهنگ بای ملت تاجیک افتخار باید کرد. بله. و گذشتگان خود را پاس باید داشت. همون استادان بزرگ ما بودند که
امروز ما ارزی هستی داریم، توسط این موسیقی سنتی نیاگان خود را معرفی میکنیم. این زحمت و تلاش ها، این بیدارخوابی های استادان گذشته ما بود که شش مقام را تا به امروز آورده رسانیدن. بیشک این باعث بسیار افتخاری بلند است شخصا برای من. ما توسط شش مقام روی صحنه آمدیم. شش مقام بود که ما رو شنونده شناخت، ما رو مثلا بیرون از تاجیکستان دنیا امروز ها شناخته ایستاده است. مثلا همون دستور و سپارش های بیواسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اوید به احیا و در آینده برای رواج و رونق دادن قرار همون 12 می بود که مثلا درباره روز شش مقام اعلان گردید. این هر یک نفر را، هر یک هنرمند را وادار میکند که در جداده همین موسیقی سنتی باید بسیارتر بیش از هر وقت مهنت و زحمت کنیم تا خود همین موسیقی سنتی نیاگان را که استادان بزرگ تا امروز آورده رسانیدن، ما نیز در نوبت خود در آینده باز هم این را رواج دهیم، رونق دهیم و بیرون از تاجیکستان خوب و نظررس معرفی کرده توانیم. درست است، ولی میدونید چرا در نخست این سوال را پیشنهاد کردم؟ زیرا یک سوال دیگر همیشه ذهنی مرا فرا گرفته است. برای درک کردن همین گونه اثرهای ماندگار، همین گونه اثرهای بزرگ، همین گونه اثرهایی که به فکر بعضی از نفران بسیار دشوار فهم، شرط است که شخص مکاتب موسیقی را ختم کرده باشد. اگر ما خیلی به تاریخ شش مقام یک کمی نظر اندازیم، داشتند استادانی را که حتی مکتب‌های موسیقی را ختم نکرده بودند، به مثل حسین نصرالدین حافظ خلقی، ولی بسیار خوب میدانستند از عهده‌اش میبرآمدند و به فکر شما چه امروز برای سرودنش نه، برای درک همین گونه اثری ماندگار، موسیقی بلند، شرط است که ما مکتب‌های موسیقی را ختم کنیم. البته برای هنرمند کسبی شدن حتما باید مکتب‌های همون زینه‌های پایانی شروع کرده باید آموزیم. اونجا ساختار آهنگ از پرده هست. این شش مقام رو از شش مقام دیگر، این مقام رو از مقام دیگر و مانند راست، نوا، بزرگ، دوگاه، سهگاه و عراق یکدیگر رو برای فرق کردن، این یک و یک بار از خود کرده نمی شود، برای این سالها لازم است. برای همین خوب میشد خیلی که مثلا در دوره ما انسمبل نورسان شش مقام خوانانی به نام بای محمد نیازوف در شهر کانی بودم تأسیس داده شده بود و امروزها فکر میکنم در همه مکتب‌های موسیقی، مکتب‌های میانه، زینه‌های پایانی، بله زینه‌های پایانی حتما باید طلبه ها، همون فرزندای ما، نورسای ما از این چیز برخوردار باید باشند یا پیوسته باید گوش کنند که گذشتگان ما همچنین اثرهای خوب آفریده توانستند و این را امروزها بیرون از تاجیکستان نیز خوب اعتراف میکنند، میشناسند همون هنرمندان و استادان بزرگ ما را، مانند فضلالدین شهابوف، شاهنظر صاحبوف، باباقول فیض‌اللهیف، صادرخان حافظ خوجندی، حاجی عبدالعزیز رسولوف، معروف حاجی بهادروف، بای محمد نیازوف، برنا ایساق و دیگر حافظان که توسط همین شش مقام هم شش مقام رو معرفی کردند و هم توسط این نوای بزرگ یک پیراهه خود رو پیدا کرده توانستند. تکیه به همین پرده های شش مقام سرود و آهنگ های خود رو همچنان ایجاد کردند که امروزها توسط تلویزیون و رادیو پیوسته ما گوش میکنیم. جوانان نیست، نورسان نیست، طلبه ها نیست، در نوبت خود باید از موسیقی سنتی پیوسته برخوردار باید باشند. بله درست است. میدونید از تجربه نه اونقدر زیادی خود همین رو گفته میتوانیم که اگر در خانه والدان ما، پدران و مادران ما، بیبی و بابایان ما همین گونه اثرهای خوب را گوش کنند، پس حتما که نسل نورس واقف از این گونه مکتب‌های بزرگ به وایه که میرسند علاقه وارد میشوند. خود چند سال قبل از روی نظرسنجی که ما گذرانیدیم در بابت شش مقام گفته میتوانیم که بسیاری از جوانان واقعا توجه خاصی داشتند به این ژانر، دارند تا حال و همین گونه نفران میگویند که در خانه بیبی هم گوش میکردند و یا در خانه پدر هم گوش میکردند. همین گونه ناخودآگاه ما خود دوست داشتیم این ژانر را. هستند نفرانی که عموما از ساحه صنعت دور هستند لیکن خود هنرمند خوب، سراینده خوب شدند. چخیلی که شما در بلوغ قید کردید، استاد حسین نصرالدین مثلا اون کس از روی فهمش من ادبیات شناس بودند، لیکن بینید همچنان یک مکتبی آموزگار بودند.
یک مکتب خاصه خود را داشتند. اما یک پاچرک میگوییم در ساحه صنعت، یعنی همون نقطه خود را در سبک خاصه خود بله سبک خاصه خود را داشتند. یک چند سرود و آهنگ‌های ایجاد کردند که در حقیقت ماندگار است و دیگر استادان نیست. از مکتب موسیقی نگذشتند، لیکن همچون ایجادکار و همچون هنرمند در بین مردم شناخته شدند و سهم نظررس خود را نیز گذاشته توانستند. چه سبب شد که شما خود به این ژانر دست دهید؟ در هم محیطی که من به او رسیدم، پیش از همه پدری بزرگوارم پیوسته سرودهای همین استادان بزرگ را گوش می‌کردم. ما هر روز توسطی همون مگنیتوفون میگوییم، فیته هایی که بود، تا نصف شب سرودخوانی میکردیم، خودشان شعر را مینوشتند. تا حالا مرا اصلاح میکنند، چون همین انسمبل نورسان شش مقام سرایان در کنی بودم تأسیس داده شد، آنجا شامل شدم و الکی همون قدم های نخستین را ما در همونجا خود را سنجیدیم. در همون استادان کم و بیش از نازکی های شش مقام برخوردار شدیم. آهسته آهسته در تئاترهای کلان هنرنمایی میکردگی شدیم. این هم دوست داشتنی کسب خود ما هست. من فکر میکنم شخصا برای من افتخار است. من امروز با افتخار بزرگ گفته میتوانم که ادامه کار و فعالیت استادان گذشته را اگر از عهده‌اش برآمده توانسته باشیم، برای من بسیار این شرفی بزرگ است. حالا باشد کدام سرود پیشنهاد میکرده؟ ما این برنامه بسیار یک همراه همین نوازنده ها به یک خلاصه آمدیم که در برنامه های قبل از سرودهای استادان زنده یاد چند برنامه تهیه کردیم همراه شما، مثلا منظوری تماشابینان گرداندیم و در این برنامه با چنین خلاصه آمدیم که محض همون سرود و پارچه های بزرگ شش مقام را منظوری تماشابینان گرداندیم. سرود اولینی که خواندیم سراخبار آرامی جان بود با متن خواجه حافظ. بسیار سرودی معمول است، مشهور است. بله. و از جانب استادان بزرگ بسیار خوب و گوارا اجرا کرده شده است، به مانند برنای ساق و آقای محمد نیاز و خود انسمبل شش مقام خوانان استاد فضل‌دین شهاب در گذشته همه همین استادا در یک جایگی کار و فعالیت میکردند. دست جمعانه نیست این سرود خوانده شده است از جانب استاد مستان ارگش و آزاد اشور و لوهیر مومین و صباحت نجم الدین و دیگران. این سرودها بارها اجرا کرده شده است و میدانید خوبی و تراوت این سرود در آن است که هر یک هنرمند موافقی همون تعب و ذوق خود اجرا میکنند. و بسیار غزل حافظ را در همین سرود خوب جا کردند استادان. تا حالا نشده است که به همین سراخبار آرامی جان یکان متن دیگر، زیرا که این در حقیقت متن با همین آهنگ خوب توأم آمده است و ما امروز کوشش کردیم برای شنوندگان یک ذره هم باشد از همون سبک و اسلوب استادان گذشته و امروزه هنرنمایی کنیم. سرود دوم ما این با نام نصراللهی است با متن سعید سمرقندی. این سرود نیست هم در دست جمعانه مثلا در هنرمندان انسمبل اجرا کردند و هم در یک سرایی لیویچه زنها برنای ساق و بسیار خوب اجرا کردند. بریس نمتیوف این را اجرا کردند. خود استاد شادروان با محمد نیازوف این را اجرا کردند. استاد جربیک نبیوف اجرا کردند و ما نیز در یک چند کنسرت هایی که بخشیده روزی شش مقام شده بود این سرود رو آماده کرده بودیم و امروز کوشش میکنیم همراه همین نوازنده های چیره دست برای شنونده های برنامه همیشگی خاطره ها این سرود رو باری دیگر بازخوانی کنیم. مرحمت.
جانم جمال شاهدی منی زشی شکر دتلو یاره شراب و ساغر و ساقی محل قای جاست بگوش هوش شنیدم که پیر من کده گفت یاره بیا بسید که جامی جهان ما اینجاست یارم ای جانم یارم دفو پیاله و چنگو رباب و شیشه من قرارگاهی دلی بی قراری مای جاست نفاق و شیر در این سرزمین نمی باشد یارم چه فیلها و عملهای بی ریای جاست یارم ای جانم یارم با یک کرشم دلو دینو عقل هوشم برد غزل سرای حریفان خوش نوای جاست یارم
کسی که در طلبی دوست در بدر باشد یارم خبر کنید رفیقان که مدعا کسی که در طلبی دوست در بدر باشد یارم خبر کنید رفیقام که مدعا اینجاست ثنا و سپاس. آوازتان خسته نباشد. تشکر. سلامت باشید. از روی اگر حقیقت بنگریم چون شش مقام بسیار مشکل است، بسیار مکمل است و در این ژانر یک اثری نو ایجاد کردن بسیار دشوار است. بله. و استادانی که در همین راه بسیار شهرتیار شدند، بسیار نامی شدند، در برابر خوب سراییدن این گونه سرودها را یک انقلاب کردند تا اینکه ماندگار شوند. بله. و به فکر شما همچون متخصصی که سالیان زیاد تجربه دارید و آوازخوانی میکنید، هم نوازندگی چی گفتن، میتوانید امروز هم برای همین گونه یک مکتب بزرگ را روی کار آوردن، برای شهرتمند گردیدن، برای به دست آوردن محبت مردم حتما انقلاب باید کرد. استادان ما میگویند که وقتی که هنرمند موسیقی های شش مقام را از خود میکند، یعنی که سرودهای شش مقام را اجرا میکند، هنرنمایی میکند، بعدی سرودهای شش مقام را هنرنمایی کردن یعنی که اجرا کردن، سرود آهنگ خود را ایجاد کردن بسیار مشکل است، زیرا که شش مقام در حقیقت بسیار اثرهای خوب و بزرگ است، یک چند نمودها و اوجهای خود را دارد که در حقیقت همون چی گویم زنجیربند بسیار پیوست، بسیار زیچ، بسیار خوب و گوارا تولید شده است. بعد این را خواندن، بعد این را سراییدن، نه هر آهنگ و سرود به شما پسند می آید و برای هنرمند ایجادکار نیست بسیار مشکلی ها پیش می آید که نه هر سرود ایجاد کردهش به خودش پسند می آید. لیکن در برابر این کردن ممکن، سرود آفریدن ممکن، پیش از همه به خودتان باید پسند آید و شنونده خود را خوب و زود پیدا کرده تواند. این در حقیقت قهرمانی است. و چخیلی که میبینیم برنا ایساق و فضلالدین شهابوف، شاهنظر صاحبوف، از استادان امروزه مثلا جور بیگ نبیوف، استاد زنده یاد بای محمد نیازوف توانستند ان همون با سبک و اسلوب خود همچنین سرود و آهنگ ها را ایجاد کردند که پیوسته مردم گوش میکنند. این همه از چی درک میدهد؟ این همه ان همین مکتب بزرگی شش مقام است. پایدیوار اساسی ان همین شش مقام است که
مثلا سرود و آهنگ‌های نو تولید می‌شود. تکیه به این یا آن پرده‌ها. امروزها ما نیز کوشش کرده ایستادیم یک سرود و آهنگ‌های خوب با شعر و غزل‌های هم شاعران کلاسیک قریب که استفاده نشده‌اند، یعنی که از جانب یگان هنرمند آهنگ بسته نشده است، اون غزل‌ها رو مثلا دریافت کنیم و شعر و غزل‌های شاعران امروزه را آموخته از درونش انتخاب کرده، تکیه به پرده‌های شش مقام کرده، مثلا یا در پرده چهارگاه نمیدونم یا در پرده عراق یا در پرده دوگاه سرود و آهنگ‌ها کرده ایستادیم. البته این میدونید این رو ما حالا گفته نمیتوانیم که این ایجادیات من است یا اینکه این سرودی ایجاد کرده من است. این رو خلق بهاگذاری میکند با مرور زمان، با شنیدن پیوسته گوش کردن. مثلا چخیل که ما سرودی نو رو ثبت میکنیم طریق تلویزیون و رادیو منظوری تماشابینان میگردانیم با طلب و درخواست. بله، با طلب و درخواست. وقتی که به دل مردم شیشت برای چی حاجی اشاق سمرقند حاجی عبدالعزیز میگوییم، یعنی که اشاق صادرخان حافظ میگوییم، در حقیقت توانستند که همون اشاق مالی همون استاد زنده یاد استادان زنده یاد هست که در همین پرده اشاق توانستند یک همون مهر و محبت صمیمی خود را به همون آهنگ بستند، به همون شعر دادند توسط همون تنبور خود یا نمیدونم دوتار خود همچنین اشاق ایجاد کردند که امروز در تاریخ با نام اشاق صادرخان است یا اینکه سرود و ترانه های معروف خواجه بهادرов ببینید یک مکتب دیگر هست. گرچنده ادامه دهنده مکتب بزرگی صادرخان حافظ هستند، لیکن با یک سبک و اسلوبی تنبورشان از دیگر تنبورها فرق میکند، نوازششان همون میزراب چینی ناخن‌زنی هاشون این همه وقت رو طلب میکنند. یک باره در پسی 10 روز 15 روز یک چند اون استادان رو مکتبش رو نسخود کردن این غیر امکان است. پیوسته این رو وقت جدا میکنید، یک مدت سرودهای معروف خواجه بهادرов، یک مدت دیگر فضلالدین شهابوف، شاه نظر صاحبوف می آموزید و مقایسه میکنید که این استاد در جاده خود تا چقدر موفقیت خوب رو به دست آوردند و چقدر در برابری باز یک چیز دیگر نگفته نماند که استادان ما در برابری هنرمند و نوازنده و سراینده خوب و گوارا بودنشان باز با کارهای علمی نیز مشغول بودند. رساله های موسیقی بسیار نوشتند، در پرده های شش مقام تحلیل کردند، نمودها اوج ها من از کجا آمده است، برای چی من نمود چهارگاهی محیر میگوییم، برای چی مثلا اوج زیباپری میگوییم، برای چی مقام راستگیری اگر نمودهای اشاق هست اونجا اوج ها هست، برای چی اینها رو تحلیل میکردن؟ چون که خود از استادان خود در وقتش آموخته بودند. امروز ما همین مکتب بزرگ رو گذاشتیم در اکادمی مقام، در هم در کنسرواتوری ملی تاجیکستان من شاگردان امروز وسیع از این چیزها استفاده کرده استادان، از فن عروض و موسیقی با خبر هستند و همین برای چی است؟ همه این رو برای دانشجویان آموزانیدن یا خود ما خود از خود کردن ما برای چی است؟ در آینده یک سرود و ترانه های خوبی ایجاد کنیم که مقبول شنونده باشد، جوابگوی این زمان باشد، به دل شنونده رفته رسد. این از زحمت و مهنت های تلاش های شبانه روزی ما که تا خود یک سرود و آهنگ جذابی پیدا کرده توانیم. یعنی از هنرمند آموزش، مشقت و صبوری طلب کرده میشه. بله. تشکر. و در بابت اثر بزرگ نصراللهی که اجرا کردید گفتید که این اثر را چندین نفران بازخوانی کردند، استادان صاحب شهرت و میدونید گوناگون رنگی شش مقام از کجا سر میزند؟ از آن که هر یکی از این استادان به سبک خاصه خود سرودند. این نصراللهی هم در اجرای انسامبل سراییده شده است و هم یک خانه اون حافظان و اون استادانی که در حقیقت دیاپازون خوب بلند دارند در تنهایی نیست این سرود را اجرا کردند و بسیار خوب هم اجرا کردند. بیشتر ما تکیه میکنیم با همون سبک و اسلوبی شادروان برنا اسحاق و در حقیقت هم نصراللهی، هم عراقی بخارا، هم سرخباری آرامی جان و ده ها ببکچه ها دیگر سرودها رو بسیار خوب با تمام همون هستیشان اجرا کردند که بیرون از تاجیکستان نیست. امروز از این افتخارمندانه گپ میزنن، اعتراف میکنن، میگن که ما پیروی به همون مکتب بزرگی برنا اسحاق میکنیم. در حقیقت هنرمندی ناتکرار بودند، یک سرود رو از عهده‌اش به خوبی برآمده میتونستند و همون ثبتایی که امروز محفوظ است در فوند طلایی رادیو پیوسته ما اون رو گوش میکنیم و به شاگردان نیز در کنسرواتوری ملی تاجیکستان تلقین میکنیم که از این مکتب حتما برای خود یک چیزی که هم باشد گیرند. تشکر. شما گفتید که امروز ما در برنامه برای اجرا بسیار سرودهای بزرگ و کلام حج رو انتخاب کرده ایم.
و ما از روی آن دو سرودی که تا حال پیشنهادی بیننده کردید این را فهمیدیم و باز هم در آخر کدام سرود منظور بیننده میکرده؟ یک سرود میخونیم، این هم همون آرامی جان است، فقط افری آرامی جان است. من یک چیز دیگر رو نگفته نمونم که سال 1997 بود یا 98 بود وقتی که ما بار اول به پایتخت آمدیم. اون وقت ما البته نورس بودیم، همراهی معلممون شورا جان ارگشوف از کنیمادان به پایتخت آمدیم و همانجا من اولین بار سرودی افری آرامی جان رو در فوند طلایی خود تلویزیون اول رادیو ثبت کردیم همراهی نوازنده های انسامبل شش مقام و بعدا در تلویزیون تاجیکستان ثبت ویدیویی کردیم. اگر خطا نکنم شاید همون ضبط‌ها حالا هست در فوند و بسیار یکی سرودی دوست داشته ترینی من هست. این سرود رو نیز بسیار استادان بزرگ و هم در گذشته در امروزه بسیار خوب و گوارا اجرا کردن. با متن امیر خسرو است. بینید مدت چند عصرها هست که همین سلسله آرامی جان میگن، این سرخبار است، باز در بین یک آرامی جان دارد و در آخر افری آرامی جان. این هم ایجادیات استادان گذشته است، گرچنده که به ما معلوم نیست، لیکن در پرده مقام دوگاه ایجاد کرده شده است، در کتاب شش مقام وارد شده است. یک اثری بسیار کلان حجم خوبم هست، بسیار شنیدنی هست و فکر میکنم اگر هنرمند از عهده اجرای آن برایت به دلی شنونده رسانیده تواند، باز هم خوبتر و گواراتر خواهد شد. درست است. از آن زمانی که شما باری نخست در پیش استادان در رو برای شنوندگان زیاد این سرود رو سرود بودید، 25 سال قریب که گذشته است و تا به حال باور داریم که تفاوت زیاد روی کار آمده است در اجرا. شاید این رو شنونده البته واگذاری میکنند. بیاید این سرود رو نیز گوش میکنیم. باشد. رشکی بوتانی آزری ای چهره زیبای تو، رشکی بوتانی آزری هر چند وصفت میکنم لیکن از آن بالاتری، هر چند وصفت میکنم لیکن از آن بالاتری، تو از پری چابک تری و از برگ گل نازک تری و از هرچی گویم بهتری، حقا عجایب دل بری و از هرچی گویم بهتری، حقا عجایب دل بری. شدی من تو شدم، من تن شدم تو جان شدی، تو من شدی من تو شدم، ای من تن شدم تو جان شدی، تا کس نگوید بعد از این من دیگرم تو دیگر، تا کس نگوید بعد از این من دیگرم تو دیگری. آفاق را گردیدم مهری بوتان ورزیدم، تو چیزی دیگری، هرگز نیامد در نظر صورت زی رویت خوبتر،
شمسی ندانم یا قمر یا زهره یا مشتری خسرو غریب از سوگدا افتاده در شهری شما خسرو غریب از سوگدای افتاده در شهری شما شاید که از بحری خدا سوی غریبان بین شاید که از بحری خدا سوی غریبان بینگری آرامی جانی من شما. تشکر. سلامت باشید. بار دیگر خوش آمدید به برنامه خاطره ها. سپاسگزار هستیم. دوستان، ما این برنامه بسیار فارم، بسیار آرام و دلکش و گوش کردنی را در یک جایگی با داتسنت کنسرواتوری ملی تاجیکستان خورشید ابراهیموف و همچنین مطربان اینجا منظور شما گردانیدیم با امید آن که یک استراحت خوش و خوب و فارم داشته باشید این شام. اینجا برنامه خاطره ها به انجام میرسد. خیر.